اگه حوصله نداری 2-3 ساعت بخوابی که اکستنشن مژه انجام بدی، میتونی کاشت مژه انجام بدی. این ویدیو آموزش 0 تا 100 کاشت مژه است. بریم که با هم آموزش کاشت هیدن 3 لاین رو ببینیم. اولین لاین رو از زیر مژه‌های طبیعی شروع می‌کنیم. چون این مدل افتادگی انتهای چشم داره، اندازه 1 میل انتهای چشم رو کار نمی‌کنیم. به ترتیب از سایزهای 10، 12 و 14 استفاده می‌کنیم و تا جلوی چشم مشتریمون پیش می‌ریم. با پنس مژه‌هامون رو فیکس می‌کنیم که دوام و ماندگاری کاشتمون رو بالا ببره. اینجا یه نکته دیگه‌ای که هست اینه که موقع نصب چیدمان مژه‌ها باید نیم میل روی هم باشه. لاین دوم رو روی همون کار می‌کنیم. من مژه رنگی استفاده کردم و به ترتیب همون سایزهایی که توی لایه زیر بوده رو این بالا استفاده کردم. انتهای چشم فقط مژه رنگیه و به قسمت جلوی چشمی که میرسه مجددا از مژه رنگ مشکی استفاده میکنیم. به خاطر اینکه حجم رویال داشته باشیم، یعنی یه حجم پر داشته باشیم، یه لاین دیگه هم کار میکنیم که تا الان 3 تا لاین روی مژه ها کار کرد. حالا مژه ها رو با پنس فیکس میکنیم که کاملا توی هم چفت بشن و دوام و ماندگاری کاشتمون بره بالا. حالا با انتهای پنستون مژه ها رو آروم به سمت بالا هل بدین که حالت لیفت بگیره. امیدوارم این آموزش براتون عالی باشه.